سفره زیبا و رنگی نیست. تو آراسته ای یوزارسیف؟ از سیامنی آموختم. یوزارسیف بسیار باهوش است. بیشک آنچه را که یوزارسیف آموخته به کمال رسانده. زیبایی این سفره مرا به وجد آورده. میتوانم به تنهایی فیلی را ببرم. سپاسگزارم یوزارسیف. آیا یوزارسیف نوجوان میتواند کتاب‌های قصه را بخواند؟ علاوه بر آن قصه‌ای را از پدرم آموختم که شنیدنی است. بسیار خوب. از امشب تو برای من قصه بخوانی. قصه؟ جناب پوتیفار همیشه پیش از خواب قصه گوش میکنند تا خوابشان ببرد. کسی که اکنون برایم قصه میخواند دیگر مرا جذب نمیکند. جواب ندادی یوزارسیف؟ ببخشید عالی جناب. پس کتابخانه فعلی شما چه میشود؟ سوفر به کار دیگری مشغول خواهد شد. من بیشتر نیز موجب برکناری هویه شدم. نمیخواهم موجب بیکاری سوفر نیز بشوم. میتوانم از جناب پوتیفار تقاضایی داشته باشم؟ همین عطوفت و رقت قلب تو مرا مجذوب کرده. تو میخواهی بگویی برای هویا و سوفر شغلهای بهتری در نظر بگیرم؟ یا اینکه آنها را به شغلهای پیشین خود بازگردم. من نمیخواهم کسی را رنج زده یا موقعیت کسی را به خطر بیاندازم. نگران نباش. به هونیفر خواهم گفت که به هویا و سوفر شغلهای بهتری بدهد. از امروز تو کتابخوان و کتابدار من خواهی بود. جناب پوتیفار ظاهراً یوزارسیف را به من هدیه کردند، اما در باطن خود بیشترین بهره را از این می‌برم. اگر شما راضی نباشید یوزارسیف هیچ کاری انجام نخواهد داد. قصد من مزاح بود. یوزارسیف کاری را انجام می‌دهد که خداوندگار این خانه بخواهد. او باید همیشه از شما سپاسگزار باشد و هیچگاه از الطاف شما سوء استفاده نکند. من همیشه در برابر خداوندگار خویش سپاسگزار خواهم بود. با من بیا. این کتابخانه گنجینه گرانبهایی است که به زحمت فراهم شده. همه این کتاب‌ها را یا من خوانده‌ام یا کتابخانه من سوفر برایم خوانده. جناب پوتیفار دوست دارن کدام کتاب را امشب برایشان بخوانم؟ امشب این کتاب را برایم بخوان. کتابی است که آینده مصر را پیش بینی کرده. نمیدانم این دست نوشته از کیست، اما هرچه هست بسیار قابل تأمل است. اقتدار مصر ابدی نیست و ظلم حاکم بر آن پایدار نخواهد بود. روزی خواهد رسید که معیارها در مصر دگرگون خواهد شد
و فقیر و غنی جایشان تغییر خواهد کرد. این دگرگونی در پی جدالی خونین رو خواهد داد. ثروتمندان کاخها و غلامان خود را از دست خواهند داد و خدای آمون در میان مردم پرستنده‌ای نخواهد داشت. حکومت را مردم به دست گرفته و خدایی برتر از آمون را پرستش می‌کنند. من نیز گمان می‌کنم این پیشگویی روزی تحقق پیدا کند. اما چگونه؟ نمی‌دانم. به چه فکر می‌کنی یوزرسیف؟ گمان می‌کنم بدانم. این حادثه تنها می‌تواند توسط یک مرد آسمانی یا یک منجی الهی اتفاق بیفتد. فقط او می‌تواند ثروتمندان و ستمگران را از اریکه قدرت به زیر کشیده و آمون و دیگر خدایان مصر و همه جهان را از رونق بیاندازد. آری، گمان می‌کنم بدانم. تو بزرگتر از آن هستی که نشان می‌دهی یوزرسیف. اینها را از کجا می‌دانی؟ من گمان می‌کنم که تو نه تنها آمون را نمی‌پرستی که دشمن نیز می‌داری. آمون تندیس سنگی بیش نیست و دشمنی با سنگ عاقلانه به نظر نمی‌رسد. این را بنگر. آمون را نه تنها لایق پرستش که لایق دشمنی نیز نمی‌داند. اگر آنخ ماها کاهن اعظم این سخنان تو را بشنود خودش را حلق‌آویز خواهد کرد. مبادا عقیده خود را پیش کسی ابراز کنی، مخصوصا از زلیخا بپرهیز که آمون پرست متعصبی است. عالی جناب، می توانم بپرسم شما چه چیزی را می پرستید؟ قبلا آمون را می پرستیدم، اما اکنون نمیدانم. این را با کسی نگو. من از کاهنان معبد آمون بیزارم. می توانم علت این بیزاری را بپرسم؟ ارباب معابد گستاخ و خودکامه‌اند. آنها به جای منافع مصر فقط به نفع خود فکر می‌کنند. بسیار خوب، کافی است. برو استراحت کن. خداوندم، برای همه دوستانم طلب خیر و نیکی میکنم. خداوندم، پوتیفار، بانو زلیخا، میمیسابو، هونیفر و دیگران را هدایت کن. خداوندم،
برای مادرم شادی روح آرزو میکنم. پروردگارم، برای پدرم یعقوب تقاضای صبر و بردباری دارم. از برادرانت دور نشو. از خودت مراقبت کن فرزندم. این پیراهن را هم بپوش. اینجا برای من خیلی بزرگ است. تو بپوش، خواهی دید که اندازه می شود. میدانم رد فرا برای او مشکل است. یاریش کن تا من را فراموش کند. درود خداوند بر یوسف نبی. درود خداوند بر پیک حق فرشته وحی. چه میکنی یوسف؟ نامه‌ای برای پدرم نوشتم. میخواهم از جناب پوتیفار تقاضا کنم که آن را برای پدرم بفرستد تا او از حال من باخبر شود. نه یوسف، هنوز زمان آن فرا نرسیده. تو و پدرت یعقوب نبی باید این فراق را تحمل کنید. میتوانم بپرسم چرا؟ دلایل بسیار دارد. یکی از دلایل برادرانت میباشد. ببینم یوسف، تو که قصد صدمه زدن به برادرانت را نداری؟ داری؟ اگر پدرم بفهمد آنان را نفرین خواهد کرد. نفرین پدرم زندگی آنان را سیاه خواهد کرد. نه، من نمیخواهم برادرانم صدمه ببینم. اگر یوزارسیف نبود ممکن بود شما را به مزارع کشت پاپیروس یا معدن سنگ بفرستیم. دیروز عالی جناب پوتیفار به درخواست یوزارسیف دستور دادند که شما را به شغل مناسبی منصوب کنم. من از شما میپرسم چه شغلی میخواهید؟ ما نمیدانیم. هرچه پیشکار بزرگ